سلام همراهای همیشگی. ما تو این سفرمون داریم میریم به پاریس، شهر عاشقا. امیدوارم شما هم مثل ما از این سفر لذت ببرید و ولاگ سفر ما رو تا آخر تماشا کنید. خب بچه ها، من تا جایی که تونستم از قسمت های جذاب این سفر براتون فیلم گرفتم. اینجا پایین برج ایفل بود که کاریکاتورها رو میکشیدن. قسمت جذابترش دسرها و باگت‌های خوشمزه شون بود که واقعا طعم عالی داشتن. بوشون قشنگ بیرون از مغازه میپیچید. اینجا که خیابون شانزلیزه است، پر از برندهای معروف. اون روز اتفاقا خیلی هم شلوغ بود. منم یه دونه عطر خریدم از اینجا. خب ما اینجا بعد از کلی سرچ کردن تونستیم یه رستوران افغانی پیدا کنیم که غذاش هم واقعا عالی بود. اسم رستورانش هم رستوران بزکشی بود. اینجا هم که داریم میریم به سمت بلندترین نقطه ایفل. بلیتش حدوداً نفری 25 یورو بود که با لیفت میبردنتون اون بالای بالا. اینجا که بالای برج ایفل بود که تمام برج‌های دنیا رو با ارتفاع اونها نشون میداد که در حال حاضر برج خلیفه بزرگترین برج دنیاست
با ارتفاع 828 متر. اینجام که چراغای برج ایفل روشن شد و ما تون عکس‌ها و فیلم‌هامون رو گرفتیم. ناگفته نمونه که شب‌های پاریس واقعا قشنگ و رمانتیک بودن. ممنون که تا اینجای ولاگ با ما همراه بودید. خدا نگهدار.